در این خانه همه سرازیر شده است. پدری که عادتا نانآور است خانه‌بان شده است و زن خانه در دوری‌های دور پول کار می‌کند. همسر ظفر براتوف به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خود او باشد کار خانه را بر عهده گرفته فرزندهایش را تربیت می‌کند. در این حجره استقامتی ظفر با 4 فرزندش به سر میبرد. 2 مکتبخوان و 1 دانشجو. دختر بزرگش در کالج طبی تحصیل میکند. اول ماه الک یختان خالی است. کمی روغن و تمر باقی مانده است. پول انتقالی امید اساسی آنها برای پسی سر کردن زمستان است. ظفر بیکار است. میخواهد به مهاجرت مهنتی رود ولی با چندین سبب‌ها امکان ندارد. همسرش در روسیه کارگر یاری رسان است و 35,000 روبل یا خود 3700 سومانی معاش میگیرد. مهاجرت زنان امسال تمایل کم شوی دارد. موافق آمار رسمی نیم ساله اول سال 2024 قریب 400,000 نفر به خارج برای دریافت کار سفر کردند. میان آنها 20%شان زنها بودند. تعداد بانوان نسبت به همین دوره سال گذشته 12% کم شده، شماره برگشته ها باشد 25% زیاد شده است. رهبریت کمیته کار با زنان و عائله چنین تمایل را به تهدید ریت‌ها و سنجش‌های شدید ضد مهاجران از جانب مقامات روسیه ربط می‌دهد. غیر از این، فعالیت در روسیه برای زنان دشواری‌های زیاد دارد. برای زنها نهایت کار مثال مشکل است. مثال زنها در خانگی سخت از 40 تا 70 گرادس یعنی خانگی در کار میکنن. مثال کوچه میرون، برف میرون. بعضا به شخصیت ما میرسیدن. مثال بعضی اشون مثال گپای پس بلند میگفتن یا که در کوچه مثال همین شخصان ماست مثال با ما تمسخر میکردن. گلبوته شریفова 2 سال در شهر تیومن روسیه که خیلی سردست کار کرده است. اول همچون کوچرو و بعدا همچون فراش در شرکت ساختمانی. میگوید مشکلی ها زیاد بودند ولی همچون مادری تنها مجبور بود مهاجر شود و 2 پسرش را خانه‌دار کند. پس از بازگشت در کتابخانه مکتب دهه کار میکند. مقامات کوشش میکنند برای بیکاران به خصوص زنان تا اندازه شرایط مهیا کنند. بیکاران و مهاجران برگشته به قید گرفته میشوند. 80 نفر هم زنان و بانوان رو ما به قید گرفتگیم و عایدی انمو بیکار بودن یمو زنهای مهاجر کدامش که معلومات عالی داره در مؤسسه‌های تعلیمی باشد در نمو کالج در بیمارخانه مرکزی با کار تامین میکنیم. اون زنایی که معلومات عالی ندارن خیلی در از مهاجرت برگشتن البته که ما میدونیم ما با شغل اهالی همکاری داریم و برای با کار تامین کردن و با کورس‌های آموزشی که شغل اهالی در یک جایگی ما میگذرونیم با تشکیلات‌های جمعیتی آنها رو با سرتیفیکات با نمون شهادتنامه‌هایی که همون اختصاص کدبانوگی هنرمندی تامین می‌نماییم. شعبه شغل اهالی برای بیکاران جهت دسترس کردن قرض‌های امتیازناک مساعدت می‌کنند ولی اندازه‌اش خیلی خرد است. در سال 2024 با مقصد فعالیت صاحبکاری قرض‌های امتیازناک 43 نفر شهروندان بیکاری که در شعبه اگنتی مینن و شغل اهالی مراجعت کردن از اینها باشد 18 نفرشون زنها تشکیل میکنند که با آنها ما قرض‌های امتیازناک دادیم. در ساحه تجارت 2 نفر، در ساحه اتصالی 3 نفر و در ساحه خدمترسانی 15 نفر زنها که جمع مبلغ با 75,900 سوم را تشکیل می‌دهند. آمار بیکاری رسمی در تاجیکستان خیلی ناچیز نشان داده می شود. در جمهوری همگی قریب 50,000 نفر همچون بیکار ثبت شدند. تعداد ذخیره‌های مهنتی باشد قریب به 6 میلیون نفر می رسد. تعداد زیادی آنها برای کار به خارج می روند.